رحیم پروداکشن. میدونی اینجا چی گفت؟ اینجا همه طلبا میدونی چی گفت اومدیم؟ اینجا در رحیم جان توی دارم. میدونی رحیم جان چیکار کردیم؟ یا سر شد 2 سر کردیم. واه کلاش تو بلاک کردیم. اینو دیدی حمید اما قلب نبگیره کلاش تو بلاک نکردیم. یا سر شد 2 سر کردیم. یعنی زن دادن حال آیسته آیسته یا سرش 3 سر میشه بابا. واه بوزن بگیرم. نه اوخی کودک دار میشه با آینده. قرصک میزنه برای رحیم جان. طلبه پیش قدم من این مگمبا جان طلبه پیش قدم من علکه خیتایی رو یاد گرفتم. رحیم جان یک بار به خیتایی تبریک کن. چیزی ما میگم آخر بگو. رحیم جان توی مبارک باشد. یکم جاش رحیم نبود کو؟ آخی او خیتایی قینه میفهمی. سالی دیگه در توی فرزندات بیایم سرجم خوشی و خورسندی کنیم. دیده یکم تا خیتایی گپ زده میتونه شما برای هم خب بخونه. دیده خیتایی یکم اگر جکشم ببینم میم برای خندیدن. حاضرم به سوادی حاضرم به سوادی. سوالی گفته که یاد گرفتم. کدام میشه؟ گفته که کی بالای محتاب برآمده که یاد گرفتم. انا سوال عادی ترین بار اول کی با کیهان به بالای ماه برآمده است؟ کی اولین بار با کیهان بالای محتاب برآمد؟ پدری من. نه تو نفهمیدی. بار اول کی با کیهان به بالای ماه برآمده است؟ کی اولین بار با کیهان بالای ماه؟ آخه پدری من. چی پدری تو کیهان آورد بود؟ نه آخه آچای من محتالم دارم. گپدیگه نبر گپدیگه نبر. تو همه یک طلبهش کم کم بخون. آخه آینده ما هم فخر کنیم که در همین جمعیت ما در تاجیکستان ما انا طلبه بسوادترین ما فخر کنیم که آخه شاگردای ما در تمام دنیا هستن. میشه فقط بخون خیلی یک سوال عادی. گو باقلا یا گوسپند؟ مالی جان گو. چه باقلا گوسپند نه گو؟ مالی جان یه روز رفت صد این رحیم شهید بودن. یا ماشین تیز گذشت گو ماشین دیگه ایستاد ماشین گذاشت با گو ما کدار رفت پس معلوم میشه گو باقلا. چیکار کو؟ گوسپند چی؟ ادعا کو مالی جان گوسپنده. گوسپند رنگی گوه. چیکار کو؟ باقلا. همین تمام گوسپند گوه یکم فرقی نداره رنگ هم حیوانی. آخه ایت تعلیم گرفتم. ما مقصد درس میدادم همه اینا 90% همجا شاگردای من. هر بزرگ هر اینا 90% همجا بسواد مون. بعد قرصک بزنیم به خاطر این برادر زنده بشه. بزرگا میدونی چی میگن؟ چی میگن؟ میگه هر کسی که حافظ خدا عوض بتا، هر کسی رقاصه رئیس پلیس بتا، گودا که پیچیندز خدا چاش سر کنه، کسی تماشا بینه تیز بد یر نکنه. نه نوازی بیچاره آها دل گرداش میسوزه. تالا که دوره چیره کفای دستاش میسوزه. عرق تاجیکستان آدم مست میکنه، بعد عرق نوشیدن پیون هنگاس میکنه. هر کسی بانگ میزنه دلش دوک دوک میکنه، وقتی گیره دکزاش لبوجش دوت میکنه. اخدام خیلی آدم های ها پشیمان شوه خونش سودا کنه محتاج آن شوه. اخدا آخری کار با آسانی حل شوه کسی قرصک نمیده نیم خیلی سرش کل شوه.